پارچه شد دلم به دیگی دارم بیا بنشین دمی رو برو من جبر گرمه زدم تا. سلام به همه شما بینندگان عزیز، مهربان و همراهان همیشگی کانال فضای افغانستان. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر با یک ویدیوی فوق‌العاده جذاب، جنجالی و ویژه مهمان خانه های شما هستیم. امروز قرار است به زندگی نامه و پشت پرده های زندگی یکی از پرطرفدارترین و در عین حال پربحث‌ترین هنرمندان معاصر کشورمان بپردازیم، یعنی بانوی آواز افغانستان آریانا سعید. سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان و خیلی خوشحالیم که در یک ویدیوی طوفانی همراه زینب عزیز خواهم بود. امروز قرار است نگاهی دقیق گام به گام و واقعیت به زندگی شخصی، هنری، شایعات و حقایق پنهان زندگی آریانا سعید داشته باشیم. از اولین روزی که پا بر رسانه ها گذاشت تا رازهای زندگی خصوصیش، پس حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. خب حسان جان، بیا از ابتدا شروع کنیم. آریانا سعید در 24 سرطان سال 1364 در شهر زیبای کابل به دنیا آمد. مادر او دری زبان و پدرش پشتو زبان هست. او در سنین کودکی به همراه خانواده‌اش به دلیل جنگ‌های افغانستان را ترک کرد و پس از مدت اقامت در پاکستان به اروپا مهاجرت کرد و در کشور سوئیس مستقر شد. آریانا در سوئیس بزرگ شد و درس خواند. دقیقاً زینب جان، علاقه او به موسیقی از همان دوران مکتب در سوئیس آغاز شد. اما ورود رسمی و جدی او به دنیای رسانه ها به سال 2008 و 2009 میلادی برمیگردد. او پس از تحصیلات در رشته مدیریت بازرگانی اولین آهنگ عرفه‌ای خود را به نام ماشاءالله را در سال 2008 منتشر کرد. اما انفجار اصلی شهرت او در سال 2011 میلادی با آهنگ شاد و متفاوت افغان پسرک رخ داد که نام او را در سراسر جهان سر زبانها انداخت. بله، آهنگ افغان پسرک یک نقطه عطف بود. آریانا پس از کسب شهرت تصمیم شجاعانه گرفت و به داخل افغانستان بازگشت. او با بازخوانی آهنگ ماندگار گلسیب محبوبیت خود را چند برابر کرد و سپس وارد قاب رسانه‌های ملی شد. حضور او به عنوان دورو در برنامه‌های پربیننده ستاره افغان در شبکه طلوع او را به اوج درخشش رسانه‌ای رساند. اما دوستداران کانال فضای افغانستان، زندگی آریانا همیشه همین قدر آرام و درخشان نبوده است. پشت این چهره موفق رازها و شایعات جنجالی زیاد وجود دارد. کمتر در رسانه‌های رسمی مطرح شده است. یکی از سوالات که همیشه کاربران میپرسه این است: آیا آریانا سعید پیش از آسیب سعید نامزادی یا ازدواج اولی هم داشته است؟ بله حسان جان، این یک بخش جنجالی هست. بر اساس گزارش ها و ویدیوهای افشاگرانه که در فضای مجازی دست به دست می شود، گفته می شود آریانا در سالهای اولیه زندگی خود در لندن با شخصی به نام قاسم نامزاد و همسر بوده است. اما چرا جدا شدند؟ طبق ادعاهای مطرح شده، زمانی که آریانا خواست به صورت جدی وارد دنیای آوازخوانی شود، با مخالفت شدید نامزادش مواجه شد. همسر اولش برای او شرط گذاشت که یا باید زندگی مشترک را انتخاب کند یا دنیای هنر را. و همان طور که همه ما میدانیم، آریانا که عاشق هنر و فرار از محدودیت ها بوده، تسلیم این شرط نشد. رای هنر را انتخاب کرد. به همین موضوع باعث جدایی کامل آنها شد. حتی شایعات درباره داشتن یک فرزند از آن رابطه وجود دارد که هیچ وقت رسما از سوی آریانا تایید یا رد نشده است. اما حواشی به همین جا ختم نمی شود. زندگی آسیب سعید نیز پیش از آریانا با چالش های همراه بوده. دقیقاً
طبق ادعاهای رسانه‌ای و افشاگری‌های برخی هنرمندان مانند رویا دوست حسیب ساید در ابتدا با رویا دوست رابطه نزدیککاری و شخصی داشته و در سال 2012 مدیر برنامه‌های او بوده است. اما با طلوع ستاره شهرت آریانا سعید، حسیب تمرکز خود را روی آریانا می گذارد که این مسئله باعث اختلافات شدید و جدایی آنها می شود. البته حسیب سعید بعدها اعلام کرد که جداییش از همسر قبلیش صرفاً به دلیل عدم سازگاری بوده و در آن زمان تمام دارایی خود را به همسر سابقش واگذار کرده بود. خوب بگذاریم. آریانا و حسیب با عبور از این طوفان‌های جنجالی در نهایت در سال 2018 رسما با هم نامزد شدند. و حسیب همیشه به عنوان بزرگترین حامی او در تمام مراحل نقش داشت. با تحولات سال 2021 آنها مجبور به ترک کشور شدند. اما هنر آریانا متوقف نشد. او صدای خود را به بیرون از مرزها برد و حتی جایزه جهانی های نوت در سال 2025 را از سازمان ملل دریافت کرد و اکنون در سال 2026 همچنان با تورهای کنسرت بزرگ در اروپا پرقدرت به مسیرش ادامه می دهد. بسیار تشکر که تا این لحظه داستان پرفراز و نشیب و ناگفته های زندگی این هنرمند را با ما دنبال کردید. برای این که بتوانیم ویدیوهای جذابتر، دقیقتر و با کیفیت‌تری برای شما بسازیم، لطفاً کانال فضای افغانستان را سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید و با لایک های خود از ما حمایت کنید. نظراتتان را حتما در کامنت ها برای ما بنویسید. تشکر که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. با آرزوی خوشبختی، سلامتی، صلح و آرامش پایدار برای تک تک شما هموطنان عزیز در هر کجای این کره خاکی که هستین. تا ویدیوی بعد از کانال فضای افغانستان همگی شما را به خداوند پاک می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.